حرف تو. سلام علیکم. خیر رواز پای کوراچا. ابا جون مرا چقدر دیگر اینجا نگاه می‌دارد. خاموش. بعدی بر اومدن بعد میفهمی. با تو گفتم که خاموش. کودکی بیچاره رو اینقدر نترسانید. دخترم گریه نکن. آدمی گفتگیت نآمد. باز چقدر باید منتظر شویم؟ بعد 1 ساعت میآید. بعد 1-2 ساعت خورسندی رو قید میکنیم. دم این کودک رو گیر. من حاضر میآیم. جانکم همش میگذرد. باورم کن. با چشمانم نگاه کن. از این جا یک جای میبرایم. التجا میکنم گریه نکن. مایلش ابا جون. من خبر میدیم. عملیات را آغاز کنید. مرکز شما رو گوش میکنه. و ما خبر فوری از مقامات داخله آمد که عملیات تروریستی می شود. در سراغه محله خانشین، کوچه 39، خانه 4. گروه تروریستی تصمیم گرفته است که در بین 1-2 ساعت در مکانی که تا حاضر معلوم نیست حمله تروریستی می‌گذرانند. آنها تجهیزات ترکننده پراقتدار را استفاده می‌کنند. برای دقت همگان را جلب کردن و اغوا انداختن آنها مرکز شهر و جایهای سیرآدم را زیر هدف قرار دادند. نقشه نباید ویران شود. یگان حادثه ناخوشی رخ دهد این تگمچه را زیر میکنی. تجهیزات ترکننده را در کجا گذارم؟ چی این دختر چرا بهوده دستگیر کردین؟ با گردنش آویزان کرده روانش میکنی. بیچاره کودک جا به جا میمورد. با من میشد این کار را به عهده تو نمیگذاشتم، زیرا که تو را نمیشناسم. لیکن اکای جمال تو را بسیار تعریف کرد. من برای این دعوا جانم را فدا میکنم. درست میگوید اکای جمال شناسی خوبی من میباشد. من این آدم ها را به عهده خود میگیرم. با بینای مرکز سودا همچون کارگری آنجا میدرویی. بعد آدم ما مکان لازمه رو به تو میگوید. مایلش. با آدمی در درون بوده گپ زن که به سر این کودک بیهوده داد و فریاد نزند.
کودک چی رو میفهمه؟ گریه کردن میگیره. تو کار خودت رو کن. زود لباست رو پوش. همینجا پوشم. در درون می پوشم. خدا مددگارتان شود. کنی این رو بخوان. من خونده نمیتونم. تو بخون. زودتر خون. علی جون، پسرم، مادرت قربانی تو شود. چشمانم از گریه نابینا گشتند. چند بهاری عمر گذشت، از رهپایی و گریه چشمانم نابینا گشتند. محمد به من گفت که تو نامه رو نویس، من برده به علی میرسانم. حالا من بیمارم، هیچ کس چی بودن تقدیر الهی را نمیداند، اما به گمانم عمرم به شمار مانده است. میخواستم پیش از مرگم تو را به آغوش بگیرم و ببوسم. بی صبرانه انتظار تویم، مادری زارت. مادر جون نگذر. خوب نشدی؟ میگذره دخترم. تو فقط نترس. به پدرم زنگ زدم اما جواب نداد مادر جون. دخترم، پدرت از ما دیده کارهای مهمتر دارد. همش خوب می شود. با من یک پیاله آب بیار. بازید مادر جون. بیا از اینجا میرویم. چند سال شد که مادرم را ندیدم. اگر من را بیند شاید نشناسد. بس بیا میرویم. علی، اوی برای رفتنمون اجازت میدیم؟ میگریزیم. بعد این همه عذاب ها در جای دلخواهمون زندگی میکنیم. من به گفته های تو راضی هستم. به خاطر تو اینجایم. بگذار گفته تو شود. آخر من از جانم بیزار شدم. امشب میگریزیم تا از این عذاب خلاص شویم. بله میگریزیم. گریخته به خونه‌مون میرویم. ما هم انسان بر این زندگی میکنیم. علی، تو باغچه رو پاسبانی کن، من نزدیک کودک میروم. شروع میکنیم.
شما از اون طرف. رفیقان باید با دقت باشید. در درون یک زن از مقامات و یک دختری 8 ساله می باشد. هرگز به پروانه بالا نپرانید. اگر لازم شود جان ما را فدا میکنیم، لیکن به پروانه بالا نپرانید. کار را آغاز میکنیم. نوبت شما. بعد از 2 دقیقه در آنجا میشوم. برادران احتیاط باشید. و شما باور دارم. تلفن ها رو خاموش کردن لازم. عملیات به عهده توست تاریخ. تشکر اکر. بعد از 2 دقیقه عملیات را سر میکنیم. سلیم رفتیم. خدا. دادا جان در کجایی؟ من چیکار کنم؟ اوف. ای دخترم، برای خوراک شم چه پختنت رو از من نپرس. حالا وقتی سوال دادنت نیست. چی شد دخترم؟ چی شد؟ دادا جان، دادا جان،
دخترم دخترم ایست آرام شو کنی گفتن چی شد آرام شو آرام شو مادرم وقتی در بیهوش شدن دادا جان میترسم مایلش دخترم مایلش دخترم آرام شو آرام شو ظریف لبه. در حال به خانه ما یک ماشین یاری تجاری روان کن چرا اکا بخیر است؟ اطاعت دار. دختر جانی عزیزی من حالا همراه تو پدر و دختر کاری خوبی رو به انجام میرسانیم مایلش سلیم خواطر نشو برادر چشمانت ضرر جدی ندیدند صدقه های دادت شفاعت کردند کمی خیره میبینم خیلی دلیرانه رفتار کردی طاقت کن برادر نو بخور دود نزند گفته خودم رو اول به بالایش پرتفتم. سلیم تو از همینجا نظارت کن و یکان جای نرو فهمیدی؟ مایده شد کنم. فهمیدی ها؟ بله انا دیدی تشنه شده است تشنه مانده است حالش بد شده است حالا باشد تو از نزد مادرت دور نشو اما که دکترت در راه می باشد حاضر می رسد
لعنتی ها حمله میکنند تعیناتی مخصوص آمده است ما در احاطه‌ایم تعیناتی مخصوص آمد حمله میکنند و در آن در آمدند در آنجا عارف و سلیم میباشند با دقت شوید رفیقان با دقت شوید آی لعنتی ها اگر مرد باشید به اینجا بیایید دخترم من به تو دیرتر زنگ میزنم دادا جان این صد خاموش نکنید اوچه رو آبای همشیره مادرم آنجاست نشان زنها را دور کنید نباشد همه را میپرانم در شوید گفتم دف شوید ظریف کناری است برای اون که تو را شنوم تیرپرانی را بس کن برای تو را شنیدن پراندن را قطع کن دمت را گیر با کی میگویم همه دف شوید به قفا گفتم به قفا اول تیرپرانی را بس کن مسئولیت میدیم تیرپرانی را بس کن همه به قفا رود نباشد این پدک را میکشم به قفا آقا اجازت او را پرانده نابود کنیم کودک نمیشد من چیکار کردنم رو میدانستم کارتال یک کارتال دو کارتال دو گوش میکند مردم را هرچی زودتر محافظه کنید فهما سر میکنیم آقای عارف باز قهرمانی خود را نشان داده به درون می‌دارد ما برای احتیاط مردم محله را خالی میکنیم کار ما فقط محافظت است زود باشد سر میکنیم سر کنید اطاعت سردارم بولتا اکا داستان بسیار بد میخورد وقتش رسید صبر و طاقت نیست تو در بدن مادرت چقدر صبر و طاقت کرده ای یک دقیقه ایست برادر صبر کن عارف و سلیم در درون میباشند کریم موقع آنها را گپ زن من آنها را میبینم آنها به درون در آمدند آنها را به نشان گرفتم اگر فرمان دهید او را میپرانم فهما منتظر شو رفیقان در درون میباشند عارف زود شو زود باش دوستم برای دیدنی عزرائیل فرصت هم نداری
تو را راست به جهنم میفرستم. دختر را میکشم، کودک را میکشم. میکشم گفتم، میکشم کودک را. عبدالله ما شهید میشویم. اما تو چی میشوی؟ این را فکر نکردی؟ برای شان و شرفی تو مگر پیکره میگذارم؟ همین گمان نکنی قاتل. دختر را میکشم، دور شو که میکشم. گم شو که میپرانم. گم شو. برو میکوبی. داشتی گم. همین ما را فروخته است. خواهی بسیار خوب. برای برآمدن او رو استفاده میکنم. هر دویشان رو با یکدیگر ببند. سلاح را پرتو گفتم. نباشد هم زن و هم دختر را میپرانه. نشونیدی سلاح را پرتا. پرتو سلاحات را گفتم. پرتو سلاحات را. پرتا. زنجیر را بیار. اینها را میبندیم. مایلش. کنی دستت را به من ده. به من ده دستت را گفتم. نمیشنوی؟ دستت را دراز کن. دستت را. با کی میگویم؟ دراز کن. دراز کن. زودتر دستت را دراز کن. تمام کردم. زنی جسورتان و رمبوی قهرمانتان در دست ما می باشد. شنیدید؟ اگر به قفا نروید هر دویشان میمورند. وای چی میگوید بالتا؟
وای ما میکند اکا عارف سلیمان ها را نیست میکنند. بسیار خوب، اما آدمی ما را چکل فهمیدند؟ گفتند که زنی جسور شما در دست ماست. نباشد! آنها را میکشم! کارتال 3 کارتال 1 گوش دارم برادر. ака гуфтушунӣ доранд. акаи ориф бо зан дастҳояшон баста. سلیم رو میبینی؟ дида намешавад. التماس مادر جان، التجا میکنم با من بمان. نرم مادر جان، مرا تنها نگذار مادر جان. بیا جونکم. بیا مادرم رو جونکم. تنها نمیگذارم. گریه نکن. مرا تنها گریه نکن. مادرت صحت میشود. اکا بیا حمله کنیم، دیگر طاقت نیست. کار ما زیرکی را طلب میکند، احتیاط بودن را طلب میکند. هرگز به سراسیمگی راه نمیدیم. باید گفتشونید کنیم برادر. اگر به آدم‌های آنجا بوده ضرر رسد به نفع شما انجام نمی‌یابد. با گفتشونید باید راه حل مسئله را یابیم. به این طرف گذارید. اسیران رو استفاده برده آنها را 1-2 ساعت آواره میکنیم. تجهیزات ترکنده را باشد از قسم قفا روان میکنه. تا عملیات عملی نشود از اینجا نمی روید.
کند. دخترم نه دخترم خیز زودتر دخترم نفس کش زودتر نفس کش دخترم زودتر ای! علی سلیم در درون زخم برداشته است. اونجا بسیار خطرناک است. شما خوب هستید؟ ما خوبیم. نفس کش سلیم بدو چی من کشتم خودت را به دست گیر از برای خدا. خودت را به دست گیر. چیکاری یک کردم جا میکنم. من رو کشتم خودت را به دست گیر. من کشتم میفهمید سلیم! من پروندم من پروندم سلیم آخر من رو کشتم سلیم برادرم. من کشتم اونو دخترم من کشتم اون رو سلیم خیز. انا ببین زنده است. خدا را شکر. دخترم خوب هستی؟ نترس دخترم. همش خوب گذشت. دخترم به کتفش رسیده است. شکر خدا که به کتفش رسیده است. خیریت زنده ای آفرین به تو. تو بسیار هم دختری جسور بودی. آفرین دخترم. سلیم کودک ها زنده اند. یگان چیز نشده است. خدا را شکر. خدا رو شکر زنده ای شکر که همش به خوبی انجامید. دادم رو ارومشم بیار کنیم. جونکم. اپای پولیس ارومشم، دادم رو بیرون دیدن میخوام. با دادت خبر دادیم حاضر می آید. مادر جان
دادا جان دادا جان دختر جانم دادا جان چرا ما رو تنها گذاشتید؟ نترس دخترم نترس دادا جان خداوند همراه ماست مادر مادر جان مادر جان مادر جان دخترم جانکم سوله تو در کجا بودی؟ در کجا بودی؟ مادر جان آمدم جانکم در نزدم مادر جان گریه نکن دخترم مادرت خوب است گریه نکن حالا باشد رو به اتاقش میبریم ایلش گریه نکن همش خوب میشود کمی بچه ها زودتر بیاید بیاید بچه ها باشیم احتیاط در حال میترو فراره دقت باشه آیستتر آیستتر خوبم سلیم برادر همش خوب می شود انشالله همش نقص می شود با آسانی رها یافتیم تو غم نخور من صحت میشوم این دختر به نزد پدر و مادرش رفت برای من کافی است اگر او میمرد من با این عذاب چگونه زندگی میکردم خیر میلش تو در این باره فکر نکن نباشد در تمام عملیات آن را فراموش نخواهی کرد عارف در کجاست آنها را یک جایه بردند شده نتوانستند به امنیت بردند خیر میلش سلامت باش آرام ببخش این نامه را از جیب یک تروریست گرفتم مادرش در غم و حسرت پسرش آب و ادا پسرش باشد چند مادر دیگر را از پسر محروم کرده است خدایا خداوند مادرش چی نوشته است؟ عجایب هرچند تروریست است مادرش در فکر باید درستتر تربیت میکرد در فکر فرزندش میشد آخر بیزنی بیچاره چیست؟ چی خیلی بزنی بخشش عذر من گفتنی بودم که پسرش را باید آدم بر این صاحبی میکرد تولد میکنند و به کشه میپرتایند آخر تو به حال ما نظر کن دوست جانی هم زخمدار شده به بیمارخانه افتاده است حتی به عیادت او رفته نمیتوانم آخر دوستی این طور نمیشود آخر دست ما را کی میکشاید عارف یک مرتبه دیگر زودتر. سنجیدن گیر برادر سنجیدن گیر لیکن زودتر دستم را کشا که دیوانه میشوم اگه تو به او اهمیت نده زودتر کوشو زودتر برادر بسم الله الرحمن بسیار زنجیری پرقوت بوده است زودتر گشادش را کشیدن گیر نیست آخر احتیاط کن باز یک دقیقه ایست ها؟ ای برادر یک دقیقه آرام ایستید مایلش آخر من کار کرده ایستادم شد ما آرام هستیم فقط تو زودتر کارات را انجام ده من رفته به اون مادری زور از پسرش سلام میرسانم برو از نام من هم سلام رسان به فکر من تو هم باید روی و تو برای کار میخواهم دستم آدمون تعیناتی مخصوص یگان ذره صبر و طاقت ندارن اپا جان آخر من محافظ دهاتی نیستم خدایا توبه باید خودت را به جای دشمن گذاری چرا اکا؟ از خدمات امنیت است برادر اهمیت نده دوام ده برادر کارت را دوام ده کمی دیگر مانده است کمی دیگر صبر کن کمی دیگر ماند خداوند وقت و مکانش را میداند خیریت که کودک نافتید سوله تو در کجا بودی؟ دخترم
به تو زنگ زده بود. ما به تو احتیاج داشتیم. تو باشی در خدمت دیگران باشی. سعادت در رفت عملیات بودم. آدم هایم زخم برداشته بودند. یک دخترچه خردکک نیز زخم برداشته بود. عزیزم از برای خدا به من فشار نار. من در فکر خانه خودم می باشم. صالح، وقتی که در خانه من آرامی نباشد پس غم و غصه بیرون برای من فرق ندارد. صالح، صبر کردن نمی توانستم. شکر کن. آخر گفتم کو یک دخترچه خردکک قریب بود که در پیش چشمم هلاک میشد. دخترم، برای من یک پیاله آب بیار. خوب شده است مادر جان. صالح، قسم میخورم که اگر باری دیگر در وقت لازمی در نزد ما حاضر نشوی کاری کرده ام را در حقت میکنم. خودش چی گپ؟ از تو جدا میشوم. جدا میشوم از تو. استغفر الله. کارکنان تعینات یا مخصوص رحمدل می باشند. البته من تنها وظیفه‌ام را اجرا کردم. بیا رفتیم. ای پسر خوشرویکی من، به خدا اگر چشمانم میدید به فکرم تو را نمیشناختم. بله، با گذشت ایام آدم عوض می شود. خودم تنها ماندم. پدرت نیست، تو نیستی. تنها صدای تو برای من لازم بود. آخر خودت میدانی که چشمانم نمیبینند. راست میگوید مادر. از شما خیلی دور شدم. ببخشید مرا مادر. جانی مادر، نه من تو را خبر گرفته توانستم نه خودت آمدی پسرم. اگر دعای مادر را نگیری در کارت برکت نمیبینی. شکر که اکنون خودت آمدی. خداوند جانم را گیرد هم غم ندارم. به شما یک تحفه دارم. این روز و این ساعت را منتظر بودم. چرا خود رو بسر او خوردی؟ تو نقشه های مرا ویران نکن. مقصد من دل کمپی را خوش کردن است. تو دوام ده. مایلش دوام ده. خدا را شکر. دخترم کنی دستت را به من ده.
انگشترین ندارید. یعنی نکاح هم ندارید. یعنی خیلی مادر جان در فکرش هستیم. بخیر است؟ راست گپ بی نکاح گشتن شما را نمیخواهم. کو دخترم دستت را بینم. شرم ندار بده. کنی تو هم دستت را دراز کن. دراز کن. شرم ندار. دراز کن. بیایید مادر جان. انگشترین های من و پدرت آنها را سالهای دراز برای تو نگاه می داشتم. تشکر مادر جان. تشکر. دخترکم بسیار زیبا بوده است. من از صدایش فهمیدم که زیباست. دخترم مرا گوش کن. این پسری من کمی دیوانه می باشد. چیکار کردنش را نمی داند. دل او را بیاب. او را از تمام راه های بد محافظت کن. اطاعت مادر جان. ساله این حیاتی ما تا با کی خیلی دوام میکرده باشد؟ سعادت جان کارهای آشخانه رو بس کن. رفته بخواب استراحت کن. برای استراحت فرصت نیست. پگاه با کاری خانه به سری من میموند. در تولد اولم نبودی. حالا باشد حامله دارم و تو باز هم نیستی. هر روز هر شب از تنهایی بیزار شدم. آخر باز معلوم نیست که آیا تو صحت و سلامت به خانه بر میگردی یا نه. من دیگر نمیتوانم. جانکم در وقت خانه‌دار شدنم آخر من در بانک کار نمیکردم کو. آیا با خواست خودت به مقامات امنیت نرفتی؟ مگر تو را مجبور کردن؟ گپی تو در همه جا میگذشت. آدم برین در اتاق کاریت نشسته کار میکردی. خیر این سخنها رو بس کن. امروز خیلی مانده شدیم. فردا سحر به خلاصه می آییم. ساله گپ رو به دیگر طرف نبر. فهمیدی؟ تو به کجا میگریزی ساله جان؟
شیرینکی من در کجاست؟ در کجاست دختر زیبای من؟ آه جانی بیبی، این پدری کرنمکت با تو چیکار کرد؟ این پدری ناشودت با تو چیکار کرده؟ آفرین به شما خانم گودرو. چندین سال در امنیت کار کردم، اما مثل شما فشار تحقیرآمیز رو کرده نمیتوانم. بس کن، باز گپ میزنی. دخترم در بیمارخانه در دم مرگ، تو باشی بی پروا میگردی. چرا در حال به من خبر ندادی؟ چرا؟ مادر خوش آمدی. خوش آمدی دختری مادر من. جان. جانکی من. بس کن مادر، من صحت سلامتم. اگر یگان احتیاج پیدا شود به ما خبر دهید مادر جان. او مرده است. مرد. گپ زنید. غمگین نشوید مادر جان. من حس کردم، فهمیدم. مادران با چشمی دیل میبیند. من فهمیدم. اگر چندین سال ندیده باشم هم در خوابم میبینم. مقصدم شما رو غمگین کردن نبود مادر جان. میدانم. خداوند شما رو در پناهش نگه دارد. نخواستید که من داد و فریاد کنم. برای همین اصل واقعه را نگفتید. مادر جان، البته جای پسرتان را کسی دیگر گرفته نمیتواند، اما غمگین نشوید. ما هم مثل پسر و دخترتان هستیم. از این پس چه احتیاج داره تامین میکنیم. زود آمده از حالتان خبر میگیریم. مادر جان، خداوند نگهبانت باشد پسرم. دخترم، آدم خطا میکند، اما در خطای کردش نباید یک روی کند. شد مادر جان. من تو رو نمیفهمم. این آدم را پلیس گفته احترام مادر کرده، جان شد. اما او حقوقهای تو را پایمال کرد.
از بهرش گذشته جونت رو خلاص کن. خانم گلرو از گناه جدا کردن زن و شوهر نمیترسید؟ صالح بای این دختر رو حیف کردی، فدای کار و بار خودت کردی. از این دیده گناه بزرگتر می شود. تو باید ثبات دهی. از این پس برای زنم و هم برای خانم از شما حسابات میپرسم. دخترم تو چی فکر داری؟ گپ زن. آیا من حق نیستم؟ التجا میکنم مادر جان، آخر شوهر من است. فهما تو دختری من رو از راه زدی. چه خواهد زندگی کردن گیرد، دیگر کار ندارم. مادر جان نیسته. مادر و شما با کجا؟ حتی انگشترین ها را هم نگرفت بیچاره پیرزن. راستی با پیرزن خیلی مهربان بودی. حتی مرا به حیرت آوردی. بله مادر بودن دیگر است. چه خیل فهمید؟ دلش چگونه پاره پاره شد؟ بله. آیا میدونه که من هرگز مادر نداشتم؟ یعنی او مرا در بطن خود کشاله کرده به دنیا آورده بود. برای همین مهربان و مقدس است. اما من نمیدانم، نمیفهمم. عارف، گوش میکنم. امروز وقتی که از پنجره پریدیم، راستش را گویم فکر کردم که من میمورم. ترسیدی؟ به فکرم میشه تو جسور نیستم. اما تو وقتی که تو مرا محافظت کردی، تمامی ترس و وهم برطرف شد. میفهمی؟ نخواستم که تو را از دست دهم. مرا تا حال نمیشناسی. بعضا برای شناختن انسان یک عامل خردک کافی است. چنان سخن گفته که باید مقصدی که بد را روشن‌تر فهمانی. امروز بسیار روزی وزنین بود. باید خودمان را آماده کنیم. پگاه اگر زید نباشی همراه خوراک میخوریم. کارکنی تعیناتی مخصوص کارکنی امنیت را به خوراخوری دعوت کردنی همین طور نه؟ یعنی تو اصل گپ را کم و بیش پی بردی. من باشم برای عملیات را پیش بردن دعوت میکنم. یعنی گفتنی هستی که من خوراخوردنی نیستم. از منطق سخنهایت این را پی بردم، اما به هر حال خودت میدانی. بسیار شخصی مخفی بودید. در بخوری اولینمان دعوتت را قبول کردم. مرحمت. برابر شما سوال میشنید یا نه؟
شما رفتن گیرید برادر رفتن گیرید التجا میکنم جزدانم رو بردن حاضر میارم خانه جان انتظار شوید وای خدایا وای جزدانم ده جزدان را برگردون میگویم هی بکی میگویم برگردون جزدان را اکای سلیمان چی گفت؟ یک دیوانه از خیلی من میوید ای برادر وقتی کاری من تمام شده است من کارهای دیگر دارم مرا آوارو نکن زودتر جزدان رو برگردان کنی رو از اینجا گوش کن مرا دیوانه نکن زودتر جزدان رو برگردان تو نمیفهمی رو گفتم رو از اینجا آی سویر آی سیر محمد تو نشان میدم کنی زمیا سویر میبخشید یگان خدمت است نه تشکر منتظر رفیقم میباشم کنی اینجا بیا حاضر محمد تو نشان میدم اینجا بیا شو مایلش شو خواب کرد اینجا بیا جزدان رو بیار میگم اینجا بیا بیشو میگویم زودتر بیار مرحمت شکر کنید وقت ندارم که شما را با امنیت ببرم اما افت و اندامتان را در خاطر گرفتم باری دیگر اگر با من روبرو شوید از خودتان گیله کنید ابله خاله جان مرحمت برایتان تاکسی میدارم در حال به خانه روید احتیاط باشید خب پسرم بسیار انسانی خوب بنمایی خداوند برکتت دهد دست دشمنی لا شکند خداوند از تمامی بلای و آفت ها تو را نگه باشد آمین تشکر خاله جان تشکر به شما الها خداوند تو را در پناهش نگاه من شما دارد را با تاکسی سوار میکنم مالش رفته تاکسی این تحفه رو دادم برای روزی تویتون گرفتند یک جایم دادیم اما حاضر با اون کس گپ زدم دیرتر می آیند و من گفتند که تو هدیه مادرت را بده دختر جانم با اخلاق شدی و دادم نیست تشکر بگو مادر جان مبارک شود جان
بچه سومن 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 یک لحظه مرا گوش کن. آیا میدونی به سر من چه حادثه آمد؟ گوش کن آخر به حال من یک نظر کن. این خودش چی کرد؟ میفهمم اما به من باور کن تا به اینجا آمدن خیلی فکر کردم. برای دیر ماندنم عذر میخواهم. یوسفی گمگشته باز آمد به خانه. عذر میخوام عزیزم. رئیس آمده بود. این مجلس در نقشه نبود. آیا ما یگان روز در نقشه تو می در آمده باشیم؟ بخیر است جانم. خوراک نخوردی؟ این چیست؟ آیا برای من تحفه گرفتی؟ دخترم گفت که به مناسبت روز تویمون این توفه رو برای من تو گرفته ای. اما میبینم که تو از این بیخبری. یعنی چی؟ گمان کردی که فراموش کردم؟ خیر واخوریتون خوب گذشت؟ امشب نیز استانبول و وطن رو تو نجات دادی؟ از برای خدا بس کن. از حد گذراندی. چرا همیشه به کارهای من دخالت میکنی؟ فهمیدم کمی دیر کردم اما برای این خطایی کردم نباید وظیفه من رو تحقیر کنی. میفهمی؟ دل مثل شیشه است. همین که شکست مثل این قدح پاره پاره می شود. دیگر هیچگاه یک جا شدن نمی تواند. مادر؟ چی گپ شد؟ دخترم یگان گپ نشده است. قدح از دستم افتید. پدرت جمع می کند. گفتنگیر من فراموش نکردم. کاش میدانستی که من تو را چقدر دوست میدارم. یاد داری در رفتی عملیات از پنجره خودم را پرتافته خیلی ترسیده بودم. بله. وقتی که تو را محافظت کردم تو به من گفتی که ترس و واهمه گم شد. وای
کمی عجیب است اما گوش دارم. وای من یعنی گفتنیم که من از مرگ نمیترسم. مرگ برای من یک چیزی مقرری است. بله معلوم است. سومن من گفتنیم که هنگامی که ترسی تو گذشت من در حیاتم اولین بار اینقدر سخت ترسیدم. چرا ترسیدی؟ من برای تو ترسیدم. برای همین میخوام که همیشه همراه من باشی. همیشه با من باشی. به فکرم که انگشترین داده آن پیرزن سحرناک بود. نمیدانم. شاید همین خیال باشد. نمیدانم. بله شاید سراسیمه شدم. شاید کمی بر وقت باشد. اما گفتنیم که بیا دیگر این انگشترین ها را اصلا نبراری سمن. سلیم برادرت را تبریک کن. برادرت را تبریک کن. سلیم خانه‌دار میشوم. خانه‌دار میشوم سلیم. چی؟ چی خیل؟ چی خیل نگو سلیم. آخر گفتم که خانه‌دار میشوم. بیا درو. چی؟ نفهم است؟ سلیم برادر خانه‌دار میشوم. هنگامی عملیات خادم امنیت را در خاطر داری؟ سومن رو؟ بله. از این پس او ینگه شما میشوم. برادر چی شد؟ آیا خورتن نشدی؟ البته خبر بسیار خوش است. یعنی حیران شدم. من هم حیران شدم. باور کن چی خیل شدنش را چگونه تکلیف خانه‌دار شوی را به او کردم خودم حیرانم.
این چیست؟ عذر میخواهم عارف. در سرم فقط همین فکر است. سوریه؟ بله. خودم مراجعت کردم. بعد چی؟ حاضر باشد. یعنی چه خیلی رفتنم رو نمیدونم. با کسی هم نگفتم. چشم من باشد اونقدر خوب نمیبیند. قریب که هیچ چیز رو نمیبیند. وقتی که بندش را گرفتن من هم دیگر پرسان نشدم. یعنی گفتنی هستی که صحت نشده است. تو چی ها میگویی؟ آخر من هیچ چیز رو نمیبینم. میفهمی تو؟ نمیبینم. چرا در حال نگفتی؟ فکر کردم که میگذرد. اما حالا باشد با این چشمانم چخیل به سوریه میروم. اسیران را نجات داده نمیتوانم. اگر روم مثل کبک شکار میکنند. یکم چیز نمیشود. عارف چخیل نمیشود. آنجا پشه پرزنند میبینند. اطراف همه یراق به دستان. سرت را بالا نکرده تو را میکشند. عارف ده شهروندانی ما با زن و کودکانشان در آنجا اسیرند. آنها منتظر مددند. چرا نرویم ها؟ فهمو خدایا توبه. الکی خانه دار شوی عقل او رو از سرش برده است. به من گوش کن برادر. برای شخصان نابینا پیرانسال و زنها رفتن به جنگ شرط نیست. مسخره میکنی. زنی خواستی دلت را یافتی. اکنون ما را مسخره کردنگی برادر. بس کن از برای خدا. اگر به جای من میبودی چی کار میکردی؟ بعدی برگشتن میفهمونم. چی رو میفهمونی؟ سوریه رو. دوستم من به سوریه میروم. با خواست خودم میروم. راست میگویی؟ البته راست میگویم دوستم. آخر ما نمرده ایم که. یک دقیقه است. آخر تو گفتی که خانه دار میشم. چه به سوریه میروی؟ خانه دار میشوم گفته از وظیفه دست نمیکشم. رفته برادران را خلاص میکنم. انا بعد مسئله توی خانه دار شوی را میبینم. چی گفتی برادر؟ ها؟ برادر تو برو نگاه کن. چشمونه که عارف دیگر نه توپ رو میبینه نه دروازه رو. فهمیدم مایل است. میرم. بازی رو دوام میدیم بچه ها. سلامت باشید بچه ها. باید ما در این بازی غلبه کنیم. بچه ها کنی
اگر این خیلی عادت کنانی پس هر روز گل طلب میکنم. وعده میدهم همین که وقت یافتم البته همین طور میکنم. خرچی خب ادامه دارد یا اینکه بیدار شدیم؟ وعده خانه دار شدن جدی بود؟ از فکرت نگشته؟ البته سامان با تمام هستیم راضیم. پس حالا چی کار میکنیم؟ یعنی من در هیجان میباشم. از این پس چی میشود؟ همه‌اش طبق خواسته همان میشود. اما آیا یکون کمبودی هست؟ کمبودی نیو یک مسئله غیری چشم داشت پیدا خیلی شد. یعنی به من وظیفه نو دادند. به سوریه میروم. چی؟ بعد از 2 روز برای خلاص کردن برادران اسیرمان به سفر میبرایم. یک لحظه تا جایی که من معلومات دارم تعیناتی مخصوص با خواستی خودشون کار میکنن. اگر خودت نخواهی تو را مجبور این وظیفه را نمیدهند. نیست من حتما باید بروم. تو روزی که با من تکلیف خانه دار شدن رو کردی باز فرداش به سوریه رفتن رو میگویی. چقدر میستی؟ تقریبا 3 ماه. این کار را میدانستی و با من تکلیف خانه دار شدن رو کردی؟ اصلا این وظیفه سلیم برادرم بود. دیشب بعد از با تو صحبت کردن با خواست خودم وظیفه او را به عهده گرفتم. همیخه بعد از تکلیف خانه دار شوی به این قرار آمدی؟ بله همین خیل شد. آخر او مشکل جدی دارد. سامان برادرت چی مشکلی دارد؟ یعنی عین حال این را گفته نمیتوانم. بسیار خوب. از یکدیگرمان سیر و اسرارها را مخفی نگاه می‌داریم. سامان التجا میکنم. گوش کن آقای عارف. هر چی شد گذشت. شاید از هیجان، شاید در رفتی عملیات، هر چی نباشد اما ما خطای بزرگ کردیم. حالا که دیر نشده است این خطا را اصلاح میکنیم. فردا به فرودگاه میروم. وقتی که برگشتم همش را با خواست تو میکنم و حیات نو را آغاز میکنیم. چرا من این خیلی خطا کردم عارف نمیدانم. اما وقتی که خودت تنها به طیاره سوار شدی تو نیز خطایت را میفهمی. سومن
وقتی رفتنت شد به فکرم نمیآید. به هر حال تا آخرین لحظه انتظار میشوم. اگر نهایت من از سوریه زنده بر نمیگردم. گوش کن، به من مرگی تو نی بلکه زنده بودنت لازم است. احساسی نشو. بسیار سراسیمه شدی. به فکرت رفتار با عقلانه کردی، خانه‌دار شدن خواستی. میآید، باید بیاید. چرا نمیآید آخر برادر؟ آخر ما یگان آدمی عادی نیستیم کو. من تمام هستیم را به میان ماندم. گفته بودم که بیا، قبول کرد. اگر او هم پلیس نمیشد پس میگفتم که خیر نمیفهمد. اگر پلیس هم باشد وای زن است. سلیم، گوش کن، همین خیلی عرف و عادت است. سخنهای مرا خطا نفهم. اگر به من یگان حادثه رخ دهد سمن را صاحبی میکنی. گوش کن، اگر این خیل گفتن گیری من هم به طیاره سوار میشم. خیر شد، فهمم. انا آن وقت توی را میبینی. آقای عارف سردار، لطفاً به دریچه رقم 28 تشریف فرمایید. بار آخر اعلان میکنیم. آقای عارف سردار، لطفاً به دریچه رقم 28 تشریف نمایید. انا برای تو اعلانی مخصوص کردن. فهمیدم. اکنون فهمیدی که نمی آید. التجا میکنم. صحت و سلامت برگرد. تویمان را در اینجا میکنیم.
باشیم نزنید. آکنه خواهد انا و تو نزنید. انا و تو خیز نزنید. با چی گناه کرده؟ برای چی ما رو میزنید؟ از کجایه برای چی شما ما رو میزنید؟ از کجایه با چی گناه کرده؟ چکار میکنه اینجا چکار میکنید میگویم نزنید. انا و تو چکار میکنید اینجا گازم خدا مددگار ما باشد. خدایا خداوندا مدد کن. نزنید. خدایا مدد کن. 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 مدد کن خدایا. خدایا مدد کن. برادران جا دارید. خب هستید؟ خوبه. برادران برایید. زودتر برایید. دوید و بیرون برایید. زودتر برادران. زود باشید. ایست نجوم. نجوم از جایت بپرونم. گروه یکم سفر به هر یکی ما مبارک شود. مبارک. خداوند
خبری شهید آمد. تابوتش از ما خیلی دور است. در حقش نماز جنازه غیب میخوانیم. خداوند رحمت و مغفرت و جایش را جنت کند. پیروزی مبارک شود. مبارک مبارک مبارک. دیگر به کیم میگفتم؟ فکر میکنم موافق هم دیگر بودید. تشکر میگویم سرکمیسر صالح. به گمانم که اشیای زیاد هم نداشت، اما شما یک مراتبه دیده برایید. اگر یک چیز لازم شود من در اتاقم میشوم. سومان گریه نکن. چرا همیشه چیزهایی یافتم را از دست میدم؟ چرا تقدیر همین بوده است. از دست ما چی می آید؟ چرا گناه را به سر تقدیر میزند؟ برای تو شده به سوریه رفت، به جای تو آمرد. جانت بسار شده برای مردنت. در اینجا سارای و ناله میکنی لعنتی.
جان من یگان قیمتی هم ندارد. اگر از جانم هم بیزار شوم برای سومن شده بازم زندگی خواهم کرد. خدایا. بعد از تولد طفل مصرف زیاد می شود ساله. چی کار میکنیم؟ خداوند خودش آسان میگرداند. اگر لازم شود به خارج برای کار میروم. پولی زیاد میدهند گفته باز به افغانستان میروی یا اینکه اگر خواهی به سوریه رو. عارف بر این تو رو هم پرانند. من باشم کودکانم رو به پدر کلان کنم. به زخمم نمک نپاش. اینقدر واهمه هم نکن. اجل یکی است، تغییر نمییابد. به یگان جای نمیروی. از پگاه سر میکنم. از سری نو کار میکوبم. میلش خوب میشود. تو کار میکنی گفته باز یگان خدمتگار برای کودک میگیرم. پولی راه، پولی خوراک و دیگر مصرفهایت رو جمع کنی از معاشت زیادتر میشود. اول که حسابهای کرده‌ات خطا میباشد. بله اگر کار کنم خدمتگار میگیرم لیکن پولش رو مادرم میدهد. این مراتبه خوشتامنم به این مسئله کاردار نمیشود. او مادری من هست. امکانیتی کمک کردن دارد. کاری تو چی؟ هر کس که به این خانه میدارد و میبرد از من اجازت میگیرد. از خوشتامنم نه. فراموش نکن خوشتامنی تو مادری من است. میبخشید یک دقیقه شما رو ممکن؟ گوش میکنم. التجا میکنم یک عکس گیرید. مایلش میگیرم. میبخشید تبسم. ببخشید. شما پریشان حال می نمایید. چی؟ ها عذر میخواهم. این عکس رو من گرفته بودم. در خاطر دارم. امشب نآمدم. عذر میخواهم. سومن صحبت کردن لازم. اون شب در جای تو عارف نشسته بود. و من تکلیف خانه‌دار شدن را کرده بود. انا در همین جای. کاش من نیو عارف در اینجا میشد. اکنون دیر شد سلیم.
амалиёти охирин, яъне дар амалиёте ки ту ҳам иштирок карда будӣ, духтур гуфт ки ҳолати чашмонат бисёр баданд. ман ба ин эътибор надодам. корамро аз даст додан намехостам. агар бо ҳамон ҳолат ба сурия мерафтӣ имконияти зинда мондан надоштӣ. бале, мо бо ориф ҳамеша ба якдигар кӯмак мекардем. ман ҳам барои ӯ шуда ин корро мекардам. дар ҳаётам бори аввал шахси хубро вохӯрдам. таклифи ӯро қабул кардам. дар рӯбарӯям буд. фикр кардам ки тамоми ҳаёти ман тағйир меёбад. ғайр аз ориф ба дигар кас гуфтанӣ набудам. вақте ки ҳоли маро фаҳмид бисёр зора кард. бовар кун. чӣ табре ки омада буд? ҳамон хел рафт. мисли боди сабо омаду гузашту рафт. ҳатто фурсате наёфтам ки ӯро хубтар шиносам. маро бо умед кард ва парешон ҳол карду рафт. суман, ту барои ман амонати ориф ҳастӣ. чӣ ҳодисае нашавад, туро мисли ҷонам муҳофизат мекунам. натарс. салим, узр мехоҳам. рафтан дар кор. سومن، این فکر از کجا به سرت آمد؟ این خیل شدنش لازم بود. آیا با رفیقی که شهید شده است نیتی خانه‌دار شدن را داشتی؟ راست است؟ راست. آخر به تعیینات مخصوص گذشته چی کار میکنی؟ یا انتقامی او را میگیری؟ خاطرات شخصی دوست داشتم را احیا میکنم. وظیفه در اینجا بودت بسیار خوب است. به تعیینات مخصوص گذاشتن اختیاری است. تو بر این ختم کنندگان اکادمی این وظیفه را نه اونقدر میپذیرند. اما اگر تو راضی باشی امضا میکنم. التجا میکنم سردارم. سلام. سلام. خواطر شدم. چی شد؟ اجازت گرفتم. یک دو روز. با خواهش خودت به مقامات مخصوص گذاشتن میخواستی با شعبه ما. اگر یگان کمک لازم باشد آماده هستم. این روزها برایم خیلی وزنینند.
اگر تو رو ناراحت کرده باشم عذر میخواهم. اکنون فهمیدم که چرا عارف این خیل قرار داد. اگر در حقیقت این رو فهمیده باشی عذاب دردی مرا سبک گرداندی. سومنی اکرم شموید من میباشم. مرحمت. نور دیده جانکم یکتایم در تشنگی بیابان هر شب تو را خواب میبینم. زیبایکم سومن جانم. امروز اولین روز من در شهر شام می باشد. نمیدانم که آیا تمام مکتوب های من به دست تو می رسد یا نه، اما هر روز برای تو نامه می نویسم. هر روز با دل و جانم، با تمام حسیاتم به واسطه کبوتر زیبا به تو روان می کنم. در اینجا تنها نیستم. صلاح الدین ایوبی، محی الدین عربی و از بلال حبشی تا شهدای کربلا همه در اینجا می باشند. یعنی در سرزمینی بیگانه نیستم. اینجا قدمگاه بزرگان ما می باشد. اما ببین که ظلم جان انسانهای بیچاره را قتل می کند. صدای داد و فغان زنها و کودکان دل مرا پاره پاره می سازد. چگونه که دلم برای تو می تپد، برای این مردم در پیش است. از رحمت الهی امید دارم. انشاءالله این خودریزی، این فتنه، این جنگ تمام می شود و من صحت و سلامت برگشته با تو وا می خورم. مبارک شود. مبارک شود. مبارک باشد. تشکر. رسم میگیرم. تبسم. آفرین. من آمدم که با تو عهد و پیمان ببندیم. من با دشمنانم هیچ عهد و پیمان نمی بندم. شاید دوست شویم. اصلا با یک زبان سخن میکنیم. درخواست من همین است که سلاح ها را از کجا، کی و از کی گرفتید؟ به من میگویید. انا بعد تو را تا سرحد شمال برده آزاد میکنم. بعد 4 طرفت قبله. به هفتت یک نگاه کن. چند ماه شد که در عذابی. یگان کس به سراغ تو نآمد. اگر به پیشنهادی ما راضی نشوی
ما شکنجه را دوام میدیم. اگر زنده مونی. کنی به من یک نگاه کن. این خیلی خسته شده است. اگر این آدم مرد همه شما را میکشند. این آدم بسیار شخصیتی مهم است. کلید را دهید. کلید را دهید. همه به درون دارید. اکنون تو با من عهدنامه میبندی. دخترم من 1-2 ساعت کار دارم. تا اون وقت تو وظیفه خانگیت را به انجام رسان. در یخدان سامبوسه است. مادر جان برای خوراکی شام و پدرم خوراکی بولازت میپختیم خوب میشد. دختر جان آیا پدرت یگان مرتبه در وقت خوراک شام به خانه آمده بود؟ اگر زنگ زند بگو که مادرم به مغازه رفت. اگر یگان چیز لازم شود زنگ زن. میلش خیر جانی اوچه. نباشد خودم خوراک تیار میکنم. اول مادرم گاز رو در میگیرند. بخیر از ظریف. چی شد؟ سفرها بخیر. اکا مرا ببخش. اکنون من میروم. من دیگر قوت صبر و طاقت ندارم. عریضه خودم را با آقای مدیر دادم. خواه قبول کند خواه قبول نکند من میروم. برادر به کجا میروی؟ به تو چی شده است؟ اکا نمیبینی؟ هر روز چاه میکنند، هر روز ترکیش، هر روز آدم میکشند، هر روز خبر شهید رو میشنویم. پس از اکنون من به میدان میبرایم. تیرها را مثل دارو به آنها میخورانم. بی‌شرف ها. اکنون تو رسما وظیفه دار میباشی ظریف. این کارها با این راه حل نمیشود. اکا میروم. وقتی که من کودک بودم از زمین مینه ها را مثل کارتاشکا میچیندم. من اینجا بوده نمیتوانم، اینجا نشسته نمیتوانم. تلویزیون رو میمونی اینجا ترکیش آنجا ترکیش. اکا باید یگان کس پیش راه آنها را گیرد. ای ظریف کنی یک نفست رو راست کن. آخر حاضر با مدیر الو. فورا با اونجا میآیم. ای برادر التجا میکنم نجات دهید. التجا میکنم. ظریف حاضر میآیم. اکا خوب هستی؟ چی شد اکا؟ ظریف حاضر میآیم گفتم که. ببخشید که شما رو انتظار کردم اما مادامی که شما حاضرم اینجا هستید نتیجهش رو گرد زدن میخوام. اصلا مدتی که شما کار نکردید این به فایده شما نیست. اما به هر حال شما بر این کارگر به ما لازم است. هیچ گپ. مرحمت.
بسیار خوشحال شدم. من در حقیقت میخواستم که باز از نو در یگان جای خوب کار کنم. جواب ده. جواب نمیدهد، نمیکشاید. زنگ میرود اما جواب نمیدهد. خانه هم جواب نمیدهد. برادر زودتر هی کن ماشین را. حاضر میرسیم اگر راه دید گفتم. حکیم چی شد حکیم؟ خانه میسوزد. اکای ساله در خانه یکم کس بود ماشینی آتش نشان حاضر آمد. سعادت تو در کجایی؟ ساله چی شد؟ آرام شو. چرا داد میزنی؟ آخه تو در کجایی؟ بعد از 5 دقیقه در خانه میشوم. عصبی نشو. خدا را شکر که در خانه نیستم. خدا را شکر. یگان حادثه ناخوش شد. خیریت که شما در خانه نیستید. باری اول است که این خزر خورسندم. عزیزم جانم. چه خیلی در خانه نیستیم. نازیه در خانه است. ساله نازیه در خانه است. خانه میسوزد. چه خیلی نازیه در خانه است. خانه میسوزد. ساله تو چیکار میکنی؟ نازیه در خانه است. ساله نازیه در خانه است. ساله من میگوشایم. مایلش جانکم. گفته بودم که اگر همین که فرصت پیدا شود هر روز به نزد تو با گلدسته می آیم.
عزیزکم کی آمد؟